تشکر از مدیران پنل عزیز. من سلام و صبح بخیر میگم خدمت همکاران و دوستان عزیزم. خیلی خوشحالم که امروز در روز آخر کنگره در خدمت شما هستیم با یک موضوع خیلی جذاب در رابطه با سیستم‌های نویگیشن و کاربردش توی اندو. جا داره چون روز آخر کنگره هستیم یک تشکر و خسته نباشید حسابی به آقای دکتر مرادی ریاست هیئت مدیره انجمن، دکتر فرقانی دبیر علمی و آقای دکتر آقاسی‌زاده دبیر اجرایی کنگره داشته باشیم و امیدوارم که از سخنرانی‌های این سه روز استفاده کرده باشیم و انشاءالله از این سخنرانی امروز هم استفاده کنید و براتون مفید باشه. خانم دکتر خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم و امیدوارم که در پایان این سخنرانی بتونید یک کار دیجیتال در زمینه اندودانتیک رو استارت بزنید. من و خانم دکتر نبوی هر دومون فارغ التحصیل رشته اندو از دانشگاه دندانپزشکی مشهد هستیم. خب همونجوری که قطعا میدونید گروه اندو مشهد اگر بگم بهترین در کشور قطعا یکی از بهترین ها و قوی ترین هاست در زمینه رشته اندو و بخش تخصصیش که دیگه زبان زد خاص و عام هستش و ما همیشه توی بخش تخصصی اندو از اساتیدمون از رزیدنت‌های سالگردانیمون یاد گرفتیم که تکنیک‌های جدید، مواد جدیدی که وارد بازار میشه اینا رو بگیریم، تست کنیم، استفاده کنیم و این انتقال تجربه به بچه‌های سال پایینی به نظرم انقدر خوب بوده که باعث شده شاید از رزیدنت‌ها و حتی متخصصایی که توی شهرهای دیگه هستن همیشه از رزیدنت‌های مشهد تجربیاتشون استفاده میکنن و کمک میگیرن و ما انقدر دیگه بعضی وقتا راجع به اندو صحبت میکنیم که توی جمع‌های خودمون نهار و شام و تفریح که بیرون میریم کلا بحث اندوه و یک آره بقیه خیلی فکر کنم دل خوشی ندارم ولی خب دیگه از اونجا که اندو خیلی دوست داریم همیشه سعی میکنیم که به روز باشیم. محتوایی که امروز قرار هست که در مورد صحبت بکنیم شامل یک تاریخچه مختصری از سیستم‌های نویگیشن هست، ورودش به حیطه اندودانتیک، انواع سیستم‌های نویگیشن رو در موردش صحبت می‌کنیم، کیس سلکشن و در نهایت مراحل کلینیکی که به دو دسته تقسیم میشه، مراحل کلینیکی قبل از ساختگاه و مراحل کلینیکی بعد از در واقع ساختگاه. و یک مختصری هم امروز قرار هست که در مورد طراحی گاهی توسط درمانسال‌ها خدمتتون عرض کنم. خب همونجوری که الان این روزه توی دندانپزشکی خیلی میشنویم واژه دیجیتال واقعا تاثیر خیلی بسزایی داشته توی حیطه پزشکی و دندانپزشکی و اون چیزی که به صورت اولیه تو ذهن ما ممکنه که شکل بگیره وقتی واژه دیجیتال رو میشنویم این هستش که مثلا حالا ما به جایی که از آلژینات و قوطی واژ استفاده کنیم یه اورال اسکنر بگیریم توی منطقه‌مون و قالب‌گیری‌هامون رو با اسکنر انجام بدیم یا مثلا روکش‌ها و رستوریشن‌های ایندایرکتمون رو با پرینترهای سه‌بعدی یا دستگاه کتکم تهیه کنیم نسبت به اون روش سنتی و فکر کنیم که شاید مثلا دیجیتال حداقل برای خود من همچین چیزی رو تو ذهنم شکل میگیره. اما دیجیتال وقتی وارد حیطه پزشکی و دندانپزشکی شده واقعا یک انقلابی رو ایجاد کرده و تاثیر خیلی خیلی زیادی داشته. امروز توی سخنرانی می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که تاثیرش توی اندو چطور بوده. همونطوری که آقای دکتر فرمودن انقلاب دیجیتال دندانپزشکی رو تحت تاثیر قرار گرفت. ورود سیستم‌های پیچیده پیشرفته دیجیتال به حیطه دندانپزشکی و ترند شدن کانسپت مینیمال اینویزیو تریتمنت باعث شده که تمایل به سمت سیستم‌های گاهی در دندانپزشکی افزایش پیدا کنه.
تیمشون در واقع با اقتباس از گاید ایمپلنت برای اولین بار کانسپت گاید اندودونتیک رو مطرح میکنن. حالا ممکنه یه سوالی برامون پیش بیاد که چرا باید در رشته اندودونتیک ما از کانسپت از سیستم های گایدد استفاده بکنیم. گایدلاین انجمن اندوی آمریکا دندون‌ها رو بر اساس سختی کار توی 3 دسته طبقه بندی میکنه که میدونیم دندون‌هایی که کثیفیه هستن، دندون‌هایی که کانال به سختی دیتکت میشه در دسته های دیفیکالتی قرار میگیرن و توصیه شده که این دندون‌ها به متخصص درمان ریشه ارجاع بشن. واقعیتش اینه که متخصص درمان ریشه هم حتی با وجود میکروسکوپ که به ما بزرگنمایی و ایلومینیشن در اختیارمون قرار میده، حتی با بررسی مناطق مختلف CBCT باز هم در درمان این درمان دچار چالش میشه و درسته که در نهایت درمان انجام میشه با صرف زمان زیاد و درمان میشه تکمیل میشه، اما واقعیتش اینه که به چه قیمتی؟ به قیمت از دست رفتن نسل سالم درمان. یه نکته که اینجا باید بهش اشاره کنیم هستش که درمان‌هایی که کثیفی میشن اکثرا درمان‌هایی هستن که در معرض تروما قرار میگیرن و درمان‌های خودآمی هستش که بیشتر در معرض تروما قرار میگیره و میدونیم که چقدر حفظ این درمان‌ها برای ما مهم هست و هیچ موقع ما تو درمان‌های خودآمی از همون ابتدا نمیریم سراغی که به بیمار بگیم خون بکش و اینزد کن. یه نکته که وجود داره برای اینکه یه مقداری ملموس‌تر بشه این بحث، یکم کلینیکیش می‌کنیم. 2 تا کیس رو توی این تصویر می‌بینید، 2 تا دندون سانترال که به اندودونتیست ارجاع داده شده. اول اینکه توجه شما به این نکته جلب می‌کنم که یه دندون مثلا بعد عمر یه نفر یه دندون تکامل به ما ارجاع میده، اونم اینجوری هستش و می‌بینید که مسیر کانال شاید تو هر دو تاش خیلی مشخص نیستش و توی همچین کیس‌هایی که قبلا توسط یک دندانپزشک دیگه دستکاری شده و شما می‌بینید که حجم زیادی از آج اینجا برداشته شده یا توی اون کیس هم همینطور، توی اینجور کیس‌ها به علت این دستکاری که انجام شده ما ممکنه که اون لندمارک‌هایی که به صورت عادی ازش استفاده می‌کنیم برای اینکه حفره اکسسمون رو تهیه کنیم در دسترسمون نباشه. مثلا ما یه دندون سانترال بالا بخوایم اکسس بزنیم، اون چیزی که تو دانشگاه یاد گرفتیم این هستش که ما سطح پالاتورش رو به 9 قسمت تقسیم می‌کنیم، توی یک نهم میانی دریلمون رو شروع می‌کنیم تا اینکه دراپ بشیم و حفره اکسس رو تکمیل کنیم. ولی وقتی که دندون اینجوری دستکاری میشه، شما بعد از اینکه پانسمان رو برمی‌دارید اصلا یک صحنه باش مواجه میشید که اصلا اون لندمارک‌ها همه از دست رفته و هیچی توی ذهن شما نیست. اینجاست که یک سیستم گاید به شدت به ما کمک میکنه که دندونی که اینقدر تلاش کرده و نسجش رو از دست داده، ما دیگه بیشتر از این نسج اضافه‌ای بر نداریم و دقیقاً right to the point دریلینگمون رو انجام بدیم تا به اون کانال برسیم و بتونیم یک درمان کانزرواتیو داشته باشیم. برای اینکه در واقع اهمیت موضوع سیستم‌های گایدد رو براتون روشن می‌کنیم، ابتداً یه چند تا کیس رو با هم در واقع مرور می‌کنیم. کیس اول یه خانومی بودن که به علت شکستگی تاج مراجعه می‌کنن به دندانپزشکشون و خب با توجه به اینکه به نظر می‌رسه مسیر کانال در گرافیک مشخص‌تر است، خب دندانپزشک تلاش می‌کنن تراف می‌کنن برای اینکه مسیر کانال رو پیدا
جهت انجام درمان‌های فول نوز ریکانستراکشن قرار بوده که برای کل درمان‌های این بیمار درمان ریشه انجام بشه. زمانی که این بیمار به من مراجعه کردن، دندون لترال سمت چپ و پرمولر اول سمت چپشون همونطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید درمان ریشه شده بود و همونطور که می‌بینید اون دو تا دندون لترال که در واقع یک پرفوریشن لترالی داره و درمون پرمولر اول که دچار پرفوریشن شده بودن، در واقع این رو نشون میده که دندون پزشکشون برای اینکه درسته که توی گرافی اولیه همونطور که شما مشاهده کنید مسیر کانال توی قسمت اپیکالی کاملا واضح مشخصه که فقط بافت پاد از قسمت کورونالی عقب نشینی کرده، ولی با این وجود حین تهیه حفره دسترسی و پیدا کردن کانال متاسفانه پرفوریشن اتفاق افتاده بود و تصمیم گرفتیم که توی این بیمار از سیستم گاید استفاده بکنیم، از گاید اندو استفاده بکنیم. اگر که گرافی درمان ریشه‌ای که از گاید استفاده شده رو شما با دو تا گرافی بالایی مقایسه بکنید، ببینید که ما با حداقل تحجم تونستیم حد اکثر ساختار دندون رو حفظ بکنیم. نمای کناری هم در واقع نمای فوتوگرافی بعد از تحلیل اکسس هستش. خب این نما رو من خیلی دوست دارم. اهمیت و اثر بخشی سیستم گاید رو توی اندو خیلی قشنگ نشون میده. ما 3 تا دندون داریم که می‌خواستیم درمان ریشه‌اش انجام بدیم. رادیوگرافی قبل از کارش رو دیدیم که چه عقب نشینی داشت و ما با استفاده از گاید میتونیم دقیقاً محل دریلینگمون رو مشخص کنیم. مثلا توی دندون وسطی که دندون 1 پایین هست، اگر مشاهده بکنید دندونایی که سایش پیدا کردن مثلا قدامیه مندیبل، اگر که مریضش رو داشتید ببینید که یه سطح انسیزال صاف و تخت دارید و وسطش یک قسمتی از آج یه مقدار زردتر یا تیره‌تر دیده میشه و ما شاید اینجوری فکر کنیم که ما یه دونه فرز حالا فیشور، فرز نیدل چیزی برمی‌داریم تو همون ناگهانی می‌کنیم و میریم پایین، مثلا 2-3 میلیمتر میریم پایین‌تر و دراب میشیم و دیگه فایلینگ رو انجام میدیم و اندو رو تمام می‌کنیم. ولی اگر شما هم دندون قدامی پایین توی کسی که سایش داره درمان ریشه‌اش انجام داده باشین، حتما با هم موافق هستین که همچین چیزی اینقدر که ساده به نظر میرسه واقعا ساده نیست و اون نقطه‌ای که ما فکر می‌کنیم پاچنبرمون هست و اگر که دریل کنیم به راحتی به کانال میرسیم، اصلا اینجوری نیستش. و این نقطه‌ای که میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم این هستش که 2 تا دندون‌های سانترال مندیبل هستن و می‌بینید که جایی که ما دریلینگمون رو با استفاده از گاید انجام دادیم، تو 2 تا دندونی که هر 2 تا سانترال مندیبل هستن هم میتونه متفاوت باشه. علتش این هستش که مثلا دندون سمت چپ همونجور که می‌بینید یه مقداری تیغ داره، یه مقدار چرخیده و این میتونه تاثیرگذار باشه توی اون جهتی که فلز ما میخواد آج رو برداره تا به کانال برسیم و سیستم گاید خیلی به ما کمک میکنه که دقیقاً همون جایی که لازم هست رو برداریم و نمیدونم سخنرانی دکتر طاهری و دکتر جوان رو دیروز استفاده کردیم یا نه. بحث شد راجع به بحث مینیمالی اینویزیو توی اندو و آقای دکتر جوان فرمودن اگر که توی روند درمان اندو خلل ایجاد نمیشه، ما هر چقدر نسج سالم دندون رو بیشتر حفظ کنیم قطعاً به ماندگاری اون دندون برای بیمار کمک کنه و میبینید که با چه میزان کمی برداشته از نسج سالم دندون ما به کانال‌ها دسترسی پیدا کردیم و یه درمانش خیلی خوب میتونیم انجام بدیم. خب به طور کلی سیستم‌های نویگیشن در دندان پزشکی به 2 صورت انجام میشن، یا در صورت استاتیک نویگیشن یا به صورت داینامیک نویگیشن. ببینید سیستم داینامیک نویگیشن سیستم‌ها سیستم‌هایی هستن که وابسته به ابزار هستش و متأسفانه خب ابزار توی ایران الان موجود نیست، انشاءالله در آینده موجود بشه.
توی ماشین‌ها یا توی موبایل‌های همه ما هستش. ما موقعی که می‌خوایم به یک مقصدی بریم توی اون GPS مقصدمون رو مشخص می‌کنیم و با توجه به مسیرهایی که وجود داره برای اون مقصد و حالا یه سری فاکتورهای دیگه مثل اینکه ترافیک چطور باشه و غیره، اون GPS به ما بهترین مسیر رو پیشنهاد می‌کنیم. شما از این مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌تونید به اون مقصدتون برسید. چند سال پیش که اپلیکیشن‌های نویگیشن و مسیریابی برای موبایل اومده بودن، مثلا اپلیکیشن ویز اومده بود، واقعا این چیز خیلی هیجان انگیزی بود برای ما. ما مقصد مشخص می‌کردیم، بعضی وقتا از مثلا یه مسیرهای کوچه پس کوچه آدم می‌برد که اصلا باور نمی‌شد اینقدر سریع به اون مقصدت برسی. توی گاید، بحث گاید توی اندو هم دقیقاً همینطور هست. ما یک مقصدی داریم که اون مقصد و تارگت پوینت ما کورونالی ترین نقطه‌ای هستش که کانال قابل مشاهده است و شروع میشه و قابل نگوشیت شدن هستش و سیستم گاید به ما کمک میکنه که ما مستقیم ترین مسیر رو تا اون تارگت پوینتمون داشته باشیم و دریل ما دقیقاً در همون مسیر آژ و نسج سالم دندون رو برداره و خیلی خیلی میتونه کمک کنه که هم درمان ما ساده‌تر انجام بشه و هم سریع‌تر و با پروگنوز خیلی بهتر. کاربردهای در واقع برای سیستم استاتیک نویگیشن در حیطه اندودانتیک گفته شد. این در کاربردها عبارت از دندون‌هایی که دچار کلسیفیکیشن شدن و دندون‌هایی که یک آناتومی کمپلکس دارن. خیلی وقتا ما میتونیم از سیستم گاید توی جراحی‌های اپیکو استفاده بکنیم. برای استئوتومی در واقع استخوان توی جراحی اپیکو به شدت توصیه میشه. و کاربرد دیگه در واقع سیستم در کانسپت مینیمالی اینویزیو اندودانتیک اپروچ به شدت الان تمایل به سمت گاید افزایش پیدا کرده. به چه علت؟ به علت اینکه در واقع سیستم گاید به ما کمک میکنه مثلا توی یک دندون مولر تمام کانال‌ها رو پیدا بکنیم با حداقل تهاجم و حفظ حداکثری ساختار دندون. اگر که بخوایم یک خلاصه‌ای داشته باشیم، ما برای اینکه استفاده کنیم از گاید توی اندو یه سری مراحل داریم قبل از ساخت گاید و یه سری ملزوماتی ما می‌خوایم برای اینکه گایدمون رو بسازیم و بعد از اینکه گاید رو ساختیم یه سری مراحل کلینیکی وجود داره که از این گاید بتونیم به خوبی استفاده کنیم و اون درمانمون رو انجام بدیم که مرحله به مرحله با هم دیگه جلو میریم. مرحله اول اینو مراحلی که همونطور که دکتر اشاره فرمودن اینو مراحل قبل از در واقع طراحی گاید به واسطه نرم افزار است. مرحله اول تحلیل CBCT هست از دندون‌ها. در واقع اینجا نکته مهم هستش که ما توی در زمینه گاید اندو به یک CBCT با فیلدآویو محدود نیاز داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون دندونی که مد نظر ما هست نهایتاً 2 تا 3 تا دندون جلوتر و 2 تا 3 تا دندون عقب‌تر باید توی CBCT باشه و بهتره که یک CBCT رزولوشن بالایی داشته باشه، کیفیت خوبی داشته باشه، حداقل آرتیفکت داشته باشه. خب میدونید که هر کاری هم هر چقدر که کیفیت CBCT مفید باشه باز هم یه سری آرتیفکت‌های وجود داره. برای اینکه اثر منفی این آرتیفکت‌ها به حداقل برسونن توصیه میشه که حتما اسکن داخل دهانی هم تحلیل بشه. خب اگر که داخل مطب‌ها اسکن داخل دهانی داریم میتونید به صورت 40 سال به صورت دایرکت نیمفکی که مد نظرمون هست رو اسکن کنیم. اگر که اسکن نداریم باز هم راه حل وجود داره. میتونیم در واقع یه قالب آلژیناز یا یه قالب کوتیواش بگیریم، گچش رو بریزیم و خیلی از لابراتوارها اسکنرهای لابراتواری دارن میتونن این قالب گچی رو اسکن کنن و در نهایت فایلش رو در اختیار ما قرار بدن. خب این همون کیسی هست که از ابتدا خدمتتون در موردش صحبت کردیم و این اسکن داخل دهانی این کیس هستش. خب ما بعد از اینکه CBCT رو تهیه کردیم یک فایل پسمند DCM مربوط به CBCT اون بیمار و دندونش خواهیم داشت. اسکن رو هم اگر که چه اسکن داخل دهانی استفاده کنیم داخل مطب، چه اینکه قالب بگیریم و بعد اون قالب کسی گچیش اسکن بشه، در هر دو حالت
ما یک فایل با پسوند STL هم داریم که مربوط به اون اسکن هستش و این دوتا رو ما باید ببریم توی نرم افزارهایی که وجود دارن برای طراحی گاید. حالا اگر خودمون بخوایم کار انجام بدیم که از این نرم افزار خودمون استفاده می‌کنیم، اگر نه باید برای لابراتواری که این کار رو برام انجام میده حالا ایمیل کنیم براش بفرستیم که بتونن این کار رو انجام بدن. نرم افزارهای مختلفی وجود داره که مختص ساخت گاید اندو هستش، ولی متاسفانه به علت اینکه اینا همشون نیاز به یک لایسنسی دارن و تهیه لایسنس شاید تو کشور ما خیلی عملی نباشه، ما از نرم افزارهایی که برای تهیه و طراحی گاید توی این پلنت استفاده میشن مثل نرم افزار تیشه میتونیم استفاده کنیم و یه سری تشابهات خیلی زیادی داره طراحی گاید توی اندو و برای این پلنت و یه سری تفاوت‌های کوچیکی هم داره که حالا راجع بهش صحبت می‌کنیم. همونطور که آقای فرمودن نرم افزارهایی که مختص در طراحی گاید اندو هست تو کشورمون وجود نداره و کلوز هستش، اما یه سایتی هست سایت بلو اسکای پلن که این سایت این امکان رو برامون فراهم می‌کنه. یه گزینه اندودانتیکس داره که میتونیم وارد این گزینه بشیم و طراحیمون رو از صفر تا صد کامل انجام بدیم. رایگان هست، خیلی هم راحت هست، منتها یه مانعی که وجود داره اینه که اون فایل STL اون در تمپلیتی که طراحی میشه رو در صورتی بهمون میده که یه مبلغ 20 تا 30 دلاری رو پرداخت کنیم. خب راجع به این صحبت کردیم که ما CVCT رو تهیه کردیم و اسکنمون هم تهیه کردیم. بعد از اینکه این کارا انجام شد، ما توی نرم افزار که واردش می‌کنیم حتما باید CVCT مون رو با اون اسکن داخل دهانیمون مرج کنیم. علت این کار این هستش که ما چون می‌خوایم یک کاری انجام بدیم، دریل ما می‌خواد توی یک نقطه‌ای نسج دندون رو برداره که خیلی مهمه دقیق باشه و دقیقاً منطبق باشه و راستایی که اون کانال ما وجود داره. برای همین ما باید CVCT مون رو منطبق کنیم و اسکن داخل دهانیم. برای این کار 3 نقطه یا بیش از 3 نقطه رو ما هم توی CVCT و هم توی اسکنمون مشخص می‌کنیم و به نرم افزارمون میگیم که مثلا اون نقطه نارنجی رنگ مثلا ناحیه سرویکال دندون کانین بالا سمت راست بیمار هستش و توی CVCT هم همون نقطه رو علامت می‌زنیم. معمولا 3 تا نقطه اگر که مشخص کنیم کافی هست، اگر بیشتر مشخص کنیم که خب دقتش بیشتر میشه. و ما بعد از اینکه این کارو کردیم CVCT و اسکن ما منطبق میشن و هم به خود نرم افزار این دوتا رو انطباقش انجام میده. مرحله بعدی تا اینجا راجع به ملزوماتی که قبل از طراحی گاید ما احتیاج داریم صحبت کردیم. بعد از این میرسیم به مرحله طراحی گاید. در مرحله طراحی گاید در واقع یه سری مراحلی رو باید طی بکنیم که یه اشاره مختصر در هر مرحله داریم. اولین مرحله تریس مسیر کانال هست. تریس مسیر کانال در واقع به این صورت انجام میشه که وقتی که ما CVCT بیمار مناطق مختلفش رو بررسی میکنیم نگاه میکنیم ببینیم اون محل شروع اون حالا بافت‌هایی که قابل رؤیت هست از کدوم ناحیه هست و از همون ناحیه شروع میکنیم به تریسی و رسم مسیر منطقی کانال ریشه. در واقع میتونیم بگیم که یه جورایی مثل همون تریسیگی هستش که در ارتودنسی انجام میشه، یه ذره متفاوت‌تر هست. مرحله بعدی ساخت اون مسیر دریل ما هستش. خب توی مرحله تریسی ما کانال رو مشخص کردیم. این کانال میتونه در بعد کرونا آپیکالی هر جایی از ریشه شروع بشه. ما توی مرحله بعد مشخص میکنیم که این کانال ما در کدوم قسمت قرار داره، توی هر بعدی از CVCT که داریم، توی پلن آکسیال کجا هست، توی ساجیتال کجا هست و توی کرونا کجا هست. و بعد ما با استفاده از نرم افزار یک دریل رو که حالت مجازی و ویرچوال داره جوری قرارش میدیم و مسیرش رو طراحی میکنیم که برسه به کورونالی ترین نقطه‌ای که اون کانال دیده میشه که تارگت پوینت ما هستش. مرحله بعدی اسلیپ سلکشن
گفته میشه که قطر داخلی اسلی باید حدودا 1 میلیمتر از قطر دریلی که قرار هست ما ازش استفاده بکنیم بزرگتر باشه. در مورد قطر خارجی هم باز گفته میشه 1 باید از قطر داخلی ما برای اینکه ثبات داشته باشه تمپلیتمون بیشتر باشه. از نظر ارتفاع هم گفته شده که هر چقدر که ارتفاع اسلیب ما بلندتر باشه به ثبات دریلمون کمک میکنه. یه سری پارامترهای دیگه هم هست که ما در طراحی گاید اندو در نظر میگیریم که حالا خیلی من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی مهمترین نکته در واقع ضخامت گاید و تمپلیتی هست که برای ما آماده میشه. در اندو توصیه میشه که از ضخامت 3.5 میلیمتر استفاده بشه. ضخامتی کمتر گفته میشه که شما وقتی که دارین دریلینگ میکنید به خاطر بحث گرمایی که این تولید میشه احتمال ترک برداشتن تمپلیت و شکست در واقع تمپلیت وجود داره. به همین دلیل باید حداقل ضخامت 3.5 میلیمتر رو برای تمپلیتمون در نظر بگیریم. خب همه این مراحل رو که طی کردیم، CVCT تهیه شد، اسکن تهیه شد، نمونه شدن، اون گاید ما توی نرم افزار طراحی شد. در نهایت با استفاده از پرینترهای سه‌بعدی و دستگاه‌های CNC اون گایدی که ما توی نرم افزار طراحی کردیم مختص همون دندونی که می‌خوایم درمانش رو انجام بدیم توسط دستگاه پرینت میشه که ما بتونیم از این گاید داخل دهان بیمار استفاده کنیم و از اینجا به بعد وارد فاز کلینیکی بعد از طراحی گاید خواهیم شد. خب مرحله اول این هستش که اون گایدی که دستگاه برای ما تولید کرده رو اضافاتش رو حذف می‌کنیم و داخل دهان بیمار اول از همه باید اون ثبات و استابیلیتیش رو چک کنیم. نکته مهمی که وجود داره این هستش که ممکنه این به اصطلاح گایدی که ما طراحی کردیم حالا به علت خطاهای مختلف، مثلا قالب‌گیری ما ممکنه که یه مقداری تغییر ابعادی داشته یا خطای دیگه ممکنه یه جاهای تداخل داشته باشه. حتما باید قبل از اینکه شروع به دریلینگ کنیم ما این تداخلات رو حذف کنیم و مطمئن بشیم از اینکه این گاید ما کامل نشسته روی دندون. حالا توی شرایط مختلفی که فک بیمار ممکنه داشته باشه، تعداد دندونهاش، بافت نرمش ممکنه که یه جاهای تداخلات داشته باشیم. حتما اینها رو چک می‌کنیم که گایدمون کامل نشسته باشه. همونطور که آقای دکتر فرمودن تطابق بسیار مرحله مهمی هست. این کیس رو وقتی که من رابردن بستم دیگه واقعا اون تمپلیت سوار نمیشد و ثبات کافی نداشت و مجبور شدم که ادامه کار رو بدون رابردن انجام بدم. یه نکته که وجود داره این هستش که ما خب یه کاری که میتونیم بکنیم همین هست که بدون رابردن دریلینگمون انجام بدیم. بعد از اینکه کانال پیدا شد و مطمئن شدیم که در مسیر کانال هستیم بعد رابردنمون رو ببندیم. یه کار دیگه هم که میتونیم بکنیم مثل تصویر پایین میتونیم یه تغییراتی توی طراحی گایدمون انجام بدیم که ارتفاع کمتری داشته باشه و تداخل کمتری با رابردن داشته باشه. البته شاید همه جا شدنی نباشه و شاید در حدی باید باشه که به اون استابیلیتی و ثباتی که گاید ما باید داشته باشه صدمه و لطمه وارد نکنه. مرحله بعدی ما باید اون دقت فرز یا دریلمون رو بررسی کنیم و دریل هایی که استفاده میشن به صورت روتین برای سیستم گاید دریل هایی هستن که طول خیلی بلند دارن و همونجور که توی تصویر میبینید شرکت هایی که تولید کننده فلزها هستن حالا توی کشورهایی که مثلا کشورهای مثل آمریکا که سیستم گاید یه مقداری بیشتر جا افتاده این شرکت ها اومدن یه سری فلزها رو مخصوص گاید اندو طراحی کردن که تفاوتش با فلزهای معمول تفاوت عمده دو تا تفاوت عمده‌ای که داره یکی بحث طولش هست، طول بلندتری داره و یکی هم قطر فلز. توی ایران هم تو آیدشون فرمودن ما در واقع دریلی که مخصوص گاید اندو باشه نداریم. به همین دلیل ما در واقع از فرزهای ماتری کاوری استفاده می‌کنیم.
مشخص میکنیم میتونیم به صورت فری هند اون مینایی که بافت سخت‌تری داره یا اگر رستوریشن داریم و خب رستوریشن قطعا سخت‌تر هست رو به صورت فری هند با یک فرز توربین سرعت بالا قسمت رو برداریم. این کمک میکنه به اینکه در واقع وقتی که ما تمپلیتمون رو روی دندون قرار میدیم و دریلمون رو قرار میدیم خودش به صورت یک گایدینگ پول هست و جلوی جابجایی دریل ما رو حین کار میگیره. توی این کیس هم خب همونطور که مشاهده میکنیم من از فرز ماس شماره 1/4 استفاده کردم، از رنگ متیل بلو استفاده کردم و اون محل‌هایی که قرار هست دریلینگ انجام بشه رو ابتدا مشخص کردم و به صورت فری هند با یک فرز توربین یه مقداری اون قسمت‌های ابتدایی رو برداشتم. خب این نکته که خیلی مهم هست قبل از اینکه دریلینگ نمایمون رو انجام بدیم این هستش که حتما با دست مخالفمون اون گاید رو ثابت نگه داریم. گفتم با توجه به تعداد دندون‌هایی که بیمار داره و بافت نرمش ممکنه این گاید ما خیلی استیبل باشه و ما دریلینگ هم که داریم انجام میدیم اصلا تکون نخوره، ولی برای اینکه خیالمون راحت باشه مثلا اگر که دسترس هستیم با دست چپتون حتما اون گاید رو سر جاش نگه دارید که وقتی خدای نکرده این جابجا نشه حین دریلینگ و شما خطا نداشته باشه کارتون. مرحله بعدی این هستش که ما توصیه میشه که همونجوری که گفتم دریل های مخصوصی وجود داره برای استفاده از سیستم گاید. توصیه میشه که اول با دریل های کوتاه‌تر شروع کنیم. این دریل کوتاه‌تر کمکی که به ما میکنه این هستش که یک هول یا سوراخ در داخل نسج دندون در قسمت کورونالی برای ما میسازه که بعد که اون دریل بلندتر رو میبریم و میخوایم دریلینگ رو انجام بدیم این خود این سوراخ و هولی که ایجاد شده خودش به عنوان یک راهنما میتونه اون دریل بلندتر ما رو راهنمایی کنه که دقیقاً در مسیر خودش قرار بگیره و دریل هر چقدر که بلندتر باشه شما هر چقدر که پیشرفت می‌کنید به سمت آپریکات ممکنه یه مقداری واکولینگوالی یک کوچولو حرکت داشته باشه و این کاری که می‌کنیم کمک می‌کنه جلوگیری کنه از این قضیه. حین دریلینگ یه اتفاقی که میفته گرمای زیادی تولید میشه و ما باید از واقع تولید این گرما اجتناب بکنیم. خب گفته میشه که برای اینکه از تولید گرما اجتناب بکنیم میتونیم دریلینگمون به صورت موقته انجام بدیم. هر استروکی که در واقع انجام دادیم با دریلمون خارج می‌کنیم دریل رو دبری‌ها رو از ناحیه برنده برمی‌داریم، تمپلیت رو بلند می‌کنیم، یه شستشو میدیم، مجددا دریلینگ رو انجام میدیم. یه نکته که مد نظرتون قرار بدیم این هستش که حین دریلینگ یه گرمای زیادی تولید میشه و اگه ما این کار رو انجام بدیم ممکنه که تمپلیتمون ترک بخوره و در نهایت بشکنه و غیر قابل استفاده بشه. یه کار دیگه که میتونیم انجام بدیم این هستش که میتونیم از یک سری تمپلیت های استفاده کنیم که در اون مودیفاید شده هست. این یه گاید علمی مودیفاید شده هست که همونطور که میبینید یه پنجره‌ای داره که این امکان رو به ما میده که حین دریلینگ همزمان از دستیار رو می‌برم که اون ناحیه رو با کولانت شستشو بدم تا گرمای زیادی تولید نشه. خب بعد از اینکه همه این کارا رو کردیم ما به اون تارگت پوینتمون توی دریلینگ میرسیم. نکته که وجود داره این هستش که حالا سوای بحث شستشو و جلوگیری از دریلینگ ما طی مراحلی که تا به اون تارگت پوینتمون برسیم و دیگه مسیر کانال قابل نگوشیت شدن باشه ممکنه که چند بار با استفاده از فایلمون لازم باشه که اون گایدمون رو برداریم با استفاده از فایل بررسی کنیم که آیا توی مسیر هستیم میتونیم نفوذ کنیم یا نه و باید رادیوگرافی تهیه کنیم، ممکنه که چند تا رادیوگرافی تهیه کنیم و یه چیزی که خیلی میتونه به ما کمک کنه استفاده از اپکس لوکیتور هستش. ما اگر که در محدوده کانال باشیم اگر که فایلمون رو به اپکس متصل کنیم بوق اوور رو نخواهیم داشت و این یه نشونه خوبه، نشونه که ما هنوز در مسیر در محدوده کانال هستیم و بعد از اینکه اینا انجام شد و ما مطمئن شدیم فایل رو گذاشتیم داخل کانال، عکس گرفتیم دیدیم که در محدوده کانال هستیم و اون چیزی که می‌خواستیم رسیدیم و ما مسیر کانال رو تونستیم تا انتها نگوشیت کنیم. همونطوری
ساختار خیلی دوست دارم، حداقل توجه به حد اکثر حفظ ساختار دندون بتونیم یک درمان ریشه ایدئال انجام بدیم. یه نکته که به نظر من خیلی مهمه، اگر رادیوگرافی قبل از درمان رو با رادیوگرافی بعد از درمان مقایسه کنید، می‌بینید که چه میزان آج پریسرویکولار توی نتیجه نهایی درمان ما حفظ کردیم و این خیلی میتونه کمک کنه که جلوگیری کنه از شکستگی دندون و ماندگاری و حفظ این دندون رو برای بیمار خیلی بیشتر کنه. این کیسی هست که خانم دکتر خیلی زیبا انجام دادن. حالا کاش که اون عکس دوتا دندونی که بدون استفاده از گاید یک دندون پزشک دیگه انجام داده بود رو هم کنار اینا داشتیم و تفاوت این دوتا رویکرد کلاسیک و رویکردی که از تکنولوژی و از دیجیتال کمک میکنه برای اینکه همچین درمان قشنگی رو توی اونم 3 تا دندونی که میتونه کابوس باشه و حتی برای یک اندودانتیست به خوبی انجام شده و این استفاده درست و بهینه از تکنولوژی هست و من امیدوارم که این حالا توضیحاتی که دادیم بهتون کمک کنه و شما بتونید کیس‌های خودتون رو با استفاده از این سیستم انجام بدید. در نهایت اگه بخوایم یه نتیجه گیری داشته باشیم از این سخنرانی، باید بگم که استفاده از سیستم‌های گاید در حیطه اندودانتیک در واقع به ما کمک میکنه تا بتونیم یک درمان رو با حد اکثر در واقع آوتکام قابل پیش بینی انجام بدیم. در نهایت امیدوارم که این سخنرانی برای شما مفید بوده باشه. یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، زحمت این جمع‌آوری اطلاعات و آماده کردن این سخنرانی همش بر عهده خانم دکتر بوده. من خودم موقعی که می‌خواستم اولین کیسی که با استفاده از گاید درمان کنم شروع کنم، خیلی به خانم دکتر زحمت دادم و خیلی به من کمک کردن و مرحله جلو رفتیم. امیدوارم که اگر شما هم تصمیم داشتین که این کار رو انجام بدید، با من و خانم دکتر بیشتر از من در تماس باشین. حالا ما توی اینستاگرام فعال هستیم یا از طریق ایمیل. اگر که سوالی چیزی بود خیلی خوشحال میشیم که بتونیم بهتون کمک کنیم و اگر که همکاران در حال حاضر سوالی دارن یا مشکلی هست، من در خدمتتون هستم. در خدمتتون هستم. داره چه فکری شده؟ ممنونم. خیلی ممنونم هم دکتر از سوال قشنگتون. خانم دکتر، توی دندون‌های چند ریشه میشه از این سیستم استفاده کرد و ما اون دریل‌هایی که مشخص می‌کنیم برای هر کانال ممکنه که متفاوت باشه و شاید چند تا گاید لازم باشه که بسازیم. البته سیستم‌های داینامیک که این استاتیک بود، سیستم داینامیک خیلی معمولش پیچیده‌تره، شاید توی این حالا کنگره و توی سخنرانی جاش نباشه، ولی از اونها هم میشه استفاده کرد. ولی یه سری محدودیت‌ها کلاً سیستم استاتیک مخصوصا توی خلق ممکنه داشته باشه که مهمترینش خب این گایدی که ما میسازیم یه ضخامتی داره. بعد فرز ما یه فرز بلندی هست. توی بحث باز شدن دهان بیمار که همه این ادوات داخل دهان بیمار جا بشه، یه مقدار دچار مشکل هست. به خاطر همین هم هستش که به فکر سیستم داینامیک افتادن و رفتن به سمت اینکه از سیستم داینامیک استفاده کنن. نمیگم نشدنی با سیستم استاتیک انجام میشه، ولی ممکنه که مقداری مشکل تر باشه. خیلی متشکرم.